اگر فرزندت نماز نمیخواند و مسئله به جایی برسد که باید او را از خانه بیرون بکنید و از خانه برانید، او را از خانه بیرون کن و برانید. اگر زنت نماز نمیخواند و مسئله به جایی برسد که باید طلاقش کنید، علما میگوید طلاقش کن. علما میگویند برای پدر جایز نیست که دخترش را به ازدواج جوانی در بیاورد که نماز نمیخواند، و ای جوان برای تو هم جایز نیست که تو با دختری ازدواج بکنید که او نماز نمیخواند. چرا؟ با خبر کسی که با پروردگارش خیانت میکند، ای جوان این دختر با شما هم خیانت میکند. کسی که با پروردگارش خیانت میکند با شما هم خیانت میکند. نماز از اسباب فراخی رزق و روزی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها. خانواده‌ات را الله میگوید فرمان بده، امر کن بر نماز، امر کن بر نماز. واصطبر علیها، و خودت بر آن شکیبا باش. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله در ادامه این آیت میفرمایند ما از تو رزق و روزی نمیخواهیم. الله میگوید ما رزق و روزی میدهیم، ما رزق و روزی میدهیم. متصل بعد از مسئله نماز و برپایی نماز الله مسئله رزق و روزی را مطرح میکند. پس نماز یکی از اسباب فراخی و وسعت رزق و روزی است. نماز تکیهگاه تمام سختی هاست، چون الله میگوید شما از صبر و نماز کار بگیرید. هنگام مریضی از نماز کمک بگیر، هنگام سختی از نماز کمک بگیر، هنگام مصیبت از نماز کمک بگیر، هنگام گرانی و قیمتی و مشکلات اقتصادی به نماز پناه ببر. هنگامی که در میان شما و زنت اختلاف آمد به نماز پناه ببر، از نماز کمک بگیر. اولاد میخواستید به نماز پناه ببر. و حتی اگر میخواهید خانه بگیرید، موتر بگیرید، زمین بگیرید، از نماز کمک بگیر، از نماز کمک بگیر. رسول الله خاتم الانبیا وقتی که با مصیبت روبرو میشد، وقتی که با مشکلات روبرو میشد، به نماز پناه میبرد و گاهی اوقات میگفت ارحنا بها یا بلال، بلال نماز را برپا دار و ما را با نماز به راحتی برسان. تارک نماز ملعون است، تارک نماز ملعون است. تارک نماز، کسی که نماز را قصدا ترک می کند، ملعون است و از شیطان هم بدتر است. چرا؟ چون شیطان را الله امر کرد که به آدم سجده بماند، در مقابل آدم سجده بماند، اما شیطان سجده نماند، رانده درگاه حق شد و تارک نماز برای پروردگار آدم سجده نمیماند و او هم رانده دربار رب العالمین خواهد بود. لا دین لمن لا صلاة لها. کسی که نماز نمیخواند او دین ندارد. لا حظ لمن لا صلاة لها. کسی که نماز نمیخواند او در اسلام سهمی ندارد. کسی که قصداً نماز نمیخواند او در امان الله نیست. و در خانه‌ای که بی نماز باشد و در خانه‌ای که بی نماز باشد، او خانه دیگر در امنیت و امان رب العالمین نیست. اگر از جانب استخبارات و امنیت کسی تحت تعقیب و پیگرد قانونی باشد، استخبارات دنبالش است، کسی که با این شخص مجرم نشست و برخاست داشته باشد، او هم مجرم شناخته می شود. کسی که در خانه کسی بوده است، مجرم را پناه داده است، او هم از نظر استخبارات و امنیت مجرم شناخته می شود. حتی کسانی که تلفنی ارتباط داشته باشند با این شخص مجرم، او هم
او هم به گیر انداخته می شود و به زندان برده می شود. اما ای جوان، وقتی که کسی مجرم در نزد رب العالمین باشد و الله او را امنیت نداده باشد و اعلام کرده باشد که فلانی چون نماز نمیخواند دیگه در امنیت من نیست، الله امنیت را از او گرفته باشد و او تحت پیگرد قانونی رب العالمین و عذاب پروردگار قرار داشته باشد، لذا کسی که با بینماز ارتباط داشته باشد، کسی که با بینماز نشست و برخاست داشته باشد، کسی که با بینماز در یک استرخان نان میخورد، والله او در امان نیست، او در امان عذاب رب العالمین نیست. خوشحال هستید بزرگوار حاجی صاحب موسفید، فرزندتان برایتان نان می آورد، فرزندتان برایت لقمه نانی می آورد، رزق روزی برایتان می آورد. صبح وقتی که خواب است بیدارش نمی کنید، میگوید بچه‌ام خسته است. والله عزیزان من، این لقمه نانی که این فرزندتان برایتان می آورد، این از گلو باید پایین نرود وقتی که فرزندتان نماز نمی خواند. والله این محکوم به جهنم است، این محکوم به جهنم است. این تحت پیگرد قانونی رب العالمین قرار دارد. این خانه ای که در آن بی نماز است، این خانه امنیت ندارد، این امان از او گرفته شده است. در خانه ای که بی نماز باشد، او خانه دیگر در امنیت و امان رب العالمین نیست. بله عزیزان، عبدالله بن شقیق رحمه الله می فرمایند صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ترک هیچ چیزی را کفر نمی دانستند غیر از نماز. صحابه اجماع داشتند ترک هیچ چیز را کفر نمی دانستند غیر از نماز. آنها معتقد بودند که کسی که قصدا نماز را ترک بکند او کافر شده است. در تصور نمی آید که مسلمان باشد و بی نماز باشد، چون این چیزی در تصور نمی آید. علما در قرن هفتم هجری وقتی در مورد کسی که نماز نمی خواند بحث می کردن، میدانین چه می گفتن؟ می گفتن هذه مسئله افتراضیه لا وجود لها فی الواقع. این مسئله فرضی است، این وجود ندارد، در خارج و در واقع وجود ندارد. آنها در قرن هفتم هجری نمی توانستند تصور بکنند مسلمان باشد و نماز نخواند، چون این چیزی امکان پذیر نیست. بیدار شوید موسفیدای عزیز، بزرگواران، ای آن کسی که مسئولیت خانواده‌ای به دوش شماست، بیدار شوید قبل از اینکه عذاب الهی من شما را بیدار بکند. ممکن شما نماز بخوانید اما ببین که دیگه اعضای خانواده‌تان نماز میخوانند. بیدار شوید قبل از اینکه عذاب الهی من شما را بیدار بکند. شما فکر نکنین که شما نماز میخوانین و الان در خانه‌تان یک بی نماز است، خیر است. شما همه‌تان والله گردن این حقیر خلاص باشد و این صحبت را شما امروز از من بشنوید و من این را اعلان میکنم از این محراب و منبر که در خانه‌ای که بی نماز باشد او خانه در امان نیست.